Биясмо Давлатова сокини деҳаи тоҷикоботи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи вахш ки ранҷи маъюбӣ мекашад, аз шавҳар ҷудо шуда ҳамроҳ бо модари пир ва ду кӯдаки ноболиғаш ки якуми 12 сола аст ва дуюми 3 сол дорад, дар як бинои фарсуда зиндагӣ мекунанд. ин бинои садамавӣ ки бо андак заминларза, борон ё шамоли сахт мумкин аст ба хок яксон шавад, сарпаноҳи муваққатии онҳост. ҳоло бошад ба онҳо муҳлат дода шудааст то ин ҷоро ҳам тарк намоянд. Кӯлбаи вайронаи ангамад. Хеле муомилаш бошад. Муомилашон не яклим солаи қатиму гам намезана. Қаҳри. Биё иҷо то намегам бирӣ. Ин ҳами муомилашон имтари. Гам намезанан. Ҳам маъне ки гам назадан маънеш ки набошен дар ҳамиҷа. Гуфтум додан би оғалаб тейзар та оғал ки надодам. خانه‌ای که در آن بیاسمو دولتова زندگی میکند از هر جانب سوراخ هم دارد. آشخانه، مهمانخانه، انبار، حمام و جای خواب نیز در یک خانه جایگیر است. حالت زندگی من خیلی نشمختون دیدین. پیشکینو رئیسا هم اومدن دیدن. همشون اومدن دیدن. خطیب مسجد، همه نماینده های رایون حالت ما دیدن. نکه عید 2011 جانب حالتم انمی حالتای سال تا سال با صدمه شده است، ویرون شده است. انا همی خواهش دارم یگان ای رئیسا، جماعتا، حکومتا اینا ای کسی خیرخواه یاردم کنه، کمی باشه یاردم کنه برای خونه کردن، برای که اینا بچه کردن ما بیوزن. صنف 5 امسال 6 میگذره. از زندگی این عائله فقیر مسئولان و همسایه‌ها آگاهند و در روزگار به او کمک می‌رسانند. یاردم حکمت نه هست باشه میورن میگوتو ای همین حالا میورن مو اینا کاتشکا و پیازول درونیم جربین دادن آدمای حالا نمیتین. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش چند سال پیش به بیاسمو دولتова و تقریبا 90 نفر ساکنان دیگر زمین جدا کرد. این زن که به سرپناه نیاز داشت در حال با دستگیری سخاوت پیشگان شروع به ساختمان نمود. سابق شوهرش بر عوض مبلغ قرض 3 ساله الیمنت پولی فرزندان کارهای ساختمانی را فقط در قسمت بالاخانه انجام داد و بنا قریب که آماده شد. بقیه آدمان با دلیل شورزمین بودن این موضع و نبود امکانیت‌های زندگی از جمله آب، راه، برق، مکتب و بنگاه طبی منزل استقامتی بنیاد نکردند. با همین سبب‌ها زندگی در این موضع مشکل گردید و بیاسمو دولتова از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش خواهش کرد که معیوبی او را به نظر گرفته زمین او را عوض نمایند. جا نه راه داره، نه آب داره. همون شرایطی یک چیز آوردن برای خونه تا کردن شرایطی آوردن چیکار گپ تا نمیگیره کم از او قیمت میگن زورم نمیرسه. شرایطش نیست که بخچه خونه بسازه، شرایط وزمین ترای ده همون مایده ترای کارچالون نداره که یک کمکی دیگه خیلی برسونه است. از جهت حشر باشه یا دیگه باشه یاردمش میکنن. البته سرخطیب مسجد میگه که من خودم خونه و در ندارم که کجا خونه کنم. پیش اوش میرای اوش میگه که دولت یاردم کنه، ما یاردم کار نمیتونیم. ما آخه میگم که مثال چی دارین چی میگنش صندوق خیریه صندوق خیریه داره. خیلی صندوق خیریتون یا چی نیم چی یاردم کنین ما را هم گپشون هم یکی نمیتونیم ما یاردم کرد. خدا اول امام علی پروردگار امروز روز که همون زمین داد مو خیلی با یگو صاحب کاری ببره خدای جون شیرین میاردم کنه همه جا خلاص میکنه قسم گولکه کن. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش برای بیاسمو دولتова کارهای شایسته انجام داده است. از جمله پسری او را به مکتب اینترنت قبول نموده در هر عید و ایام به این عائله کمک میرساند. ضمناً باری اول با او زمین جدا کرده و حالا باری دوم قطعه زمین او را با 6 ساتق زمین از دهه سبزوار عوض نموده. 6 ساتق زمین جدا کردن دادن. اکنون مشکلی یگانه او این است که سابق خانه‌اش را به دیگر جا کوشاند و در اجرای این عمل به دست و پنجه مردانه نیاز دارد. او خواهش دارد که خیرخواهان و سخاوت پیشگان به واسطه یا با راه دستگیری مالیوی در بنیاد منزل استقامتی به او کمک رسانند.